خدمات مرزبانی لیتوا خبر داد که در روز عید سال نو یعنی 31 دکبر سال 2023 یک شهروند 40 ساله تاجیکستان در مرز لیتوا با بلاروس با ماشین جیپ رنگش سفید تمغه گرانبهای مرسدس بنز که تازه یک هفته قبل از سوی پلیس آلمان همچون ماشین دزدیده شده بر روی خط سیاه علاوه گردیده بود به دست افتاده است. بنا به گزارش مرزبانی لیتوانی روز 31 دکبر آنها در گذرگاه رای گردس سندهای شهروند تاجیکستان را که میخواست با ماشین جیپ رنگش سفید ساخت سال 2022 و با رقمهای آلمانی از لیتوا به بلاروس برود تفتیش کردند. این شهروند تاجیکستان در لیتوا حقیق اقامت داشته است، ولی تفتیش معلومات درباره ماشین جیپ نشان داد که این ماشین از 23 دکبر سال 2023 از جانب پلیس آلمان تحت جستجو قرار داده شده است. در رابطه با این حادثه با اتهام خرید و فروش مالها برای جنایی به دست آمده تفتیشات آغاز کردند. قانونهای لیتوا برای چنین اعمال همچون جزا جریمه هنگفت یا تا 6 سال حکم زندان را پیش بینی میکنند. ماشین جیپ را از دست شهروند تاجیکستان گرفته تا زمان معین کردن سرنوشت بعدیش در قلمرو لیتوا محکم کردند. به احتمال غالب جیپ را به صاحب اصلیش در آلمان برمیگردانند. جالب آن است که شهروند تاجیکستان را نیز بعد بازپرسی جواب دادند. معلوم نیست که او دیده و دانسته جیپ را دزدیده خریده است و یا خودش هم قربان فریب ماشین دزدان شده است. لیتوا یک جمهوری خرد سابق شوروی است در منطقه ساحل بحر بالتیک که علاقه کیا عضو هم اتحاد اروپا و هم پیمان حربی ناتو شده است. لیتوا در سالهای اخیر به یک مکان اساسی انتقال ماشین‌ها از اروپا به کشورهای سابق اتحاد شوروی و به تاجیکستان تبدیل یافته است. در سالهای اخیر مطبوعات غرب بیشتر رسانه‌های آلمان درباره از اروپا به تاجیکستان انتقال یافتن ده‌ها ماشین دزدی گزارشان نشر میکنند، ولی وقتهای آخر تقریبا یگان خبر نوی درباره به تاجیکستان بردن ماشین‌های دزدی به دست نرسیده بود.